تا حالا شده یه جمله، فقط یه جمله به نظر ساده بیاد، اما انقدر سنگین باشه که روزت رو خراب کنه؟ یه نگاه یا کلمه‌ای که انگار ساعتها، روزها، حتی ماهها در ذهنت تکرار میشه و نمیذاره راحت باشی؟ قضاوت دیگران یکی از اون چیزایی که همه ما تجربه کردیم. از کودکی تا الان همیشه توی جمع‌ها، مدرسه، محل کار یا حتی توی خونه صدای اون قضاوت‌ها همراهمون بوده. شاید بعضی وقتها کسی حرفی نزده باشه، اما حس کنیم که نگاهش قضاوته. من خودم بارها این حس رو داشتم. یادمه یه بار یکی بهم گفت تو هیچ وقت نمیتونی موفق بشی، اما تأثیرش تا مدتها منو از مسیرم عقب انداخت. این تجربه بهم نشون داد که چقدر کلمات میتونن قدرت داشته باشن، حتی وقتی ناخودآگاه بیان میشن. قضاوت‌ها معمولاً از ترس‌ها، پیش‌داوری‌ها یا حتی حسادت‌ها ناشی میشن. آدم‌ها گاهی بر اساس برداشت‌های نادرست یا اطلاعات ناقص درباره ما قضاوت میکنن. اما مهم اینه که یاد بگیریم همه قضاوت‌ها واقعی نیستن و نباید بذاریم زندگیمون رو تحت تاثیر قرار بدن. فرق بزرگی بین نقد سازنده و قضاوت بی اساس وجود داره. نقد میتونه به ما کمک کنه بهتر بشیم، رشد کنیم و مسیرمون رو اصلاح کنیم. اما قضاوت صرفاً باعث درد، ناامیدی و عقب نشینی میشه. یاد گرفتم که باید حرفهای دیگران رو از فیلتر خودمون عبور بدیم. نه همشون رو بپذیریم و نه همشون رو رد کنیم. اینکه خودمون رو باور کنیم و به ندای درونمون گوش بدیم از هر چیز دیگه‌ای مهمتره. زندگی خیلی کوتاه‌تر از اون هست که بخوایم نگران حرف مردم باشیم. آزادی واقعی وقتی شروع میشه که دیگه نذاریم قضاوت‌ها ما رو کنترل کنن. گاهی لازمه فاصله بگیریم از آدم‌هایی که دائم قضاوت میکنن و انرژیمون رو میگیرن. چون این آدم‌ها نمیخوان ما موفق بشیم، بلکه دنبال پایین کشیدن ما هستن. پس بهترین راه اینه که با مهربانی ولی قاطعیت اجازه ندیم این قضاوت‌ها روی ما تأثیر بذارن. من میخوام به تو بگم که تو ارزشمند تر از هر قضاوتی هستی. تو لیاقت بهترین ها رو داری و باید به خودت افتخار کنی. دفعه بعد که با قضاوتی مواجه شدی، یه نفس عمیق بکش. فکر کن که تو تنها کسی هستی که میتونی داستان زندگیت رو بنویسی. با صدای درونت زندگی کن، نه با فریاد بیرون. این یعنی آزادی، آرامش و قدرت واقعی. ممنونم که این چند دقیقه رو کنار من بودی. امیدوارم همیشه در مسیر خودت بمونی و بدرخشی.